حمد و ستایش بر خداوند یکتا و درود و پیام معطر بر پیامبر مصطفی و بعد. السلام علیکم دوستان عزیز و ارجمند. ظلم خصلتی است که درباره آن زیاد شنیده ایم و می توان گفت امروزها انواع و اشکال گوناگون آن را همه روزه به چشم مشاهده می نماییم. بیایید بنگریم در قرآن و سنت این خصلت تا چه اندازه زشتی دارد و خداوند درباره این عادت و کسانی که این عادت را دارند، این خصلت را دارند، چه گفته است. زیرا شاید یکی از پیدا شدن این عادت میان مردم، میان مسئولان، میان هر طبقه جامعه از حقیقت این خصلت آگاهی نداشتن باشد. شخصی شاید از حقیقت این گناه، از حقیقت این رفتار زشت، از قباحت این در نگاه دین و شریعت آگاه باشد، با خبر شود، شاید که باعث گردد از این کار ذمیمه، از این خصلت زشت شاید که دست کشد. پیش از همه باید دانیم که ظلم در همه شریعت های خداوند از آغاز هستی تا روز آخرت خصلت حرام، قطعی خصلت حرام معرفی شده. خداوند این عادت را، این کردار را قطعیاً حرام گفته. به هیچ کسی اجازت نداده نسبت کسی دیگر ظلم نماید، ستم را ببیند. در حدیثی که امام مسلم از ابوذر غفاری روایت میکنند، فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم نقل از خداوند میگویند: یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی و جعلته بینکم محرما فلا تظالموا. خداوند فرموده: ای بندگان من ظلم را بر خود حرام گردانیدم، یعنی هرگز از من ظلم صادر نمی شود. و جعلته بینکم محرما، و این عادت زشت را میان شما نیز حرام گردانیدم. فلا تظالموا، پس یکدیگر را ظلم نکنید. در حدیث دیگر که امام بخاری و امام مسلم روایت کردند، رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامه. از ظلم بپرهیزید، زیرا ظلم تاریکی های روز آخرت است. در روز آخرت ظالم، ستمگر از نور و روشنی محروم است، در مذلت و خواری قرار دارد. خداوند در سوره ابراهیم علیه السلام در مورد ظلم و ظالمان می‌فرماید: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء. و هرگز خداوند را از آن کارهایی که ظالمان انجام می‌دهند بیخبر مپندار. هرگز مپندار که خداوند از کردار ظالمان بیخبر باشد. نه، هرگز بیخبر نیست. نزدیک خداوند بدی نیست فراموش، بلکه آنان را برای روز مجازات آنان را برای روز به تأخیر گذاشته است که در آن روز از شدت هول و ترس چشمهایشان کشاده به حرکت میماند. و ظالمان را ببینی که سرفکنده و شتاب زده در ذلت و خواری به میدان محشر حاضر می شوند و از شدت هول آن روز عقل و هوش آنها به هیچ چیزی نمی گیرد. این تصویر است که خداوند حال ظالمان را که در آخرت به آن حالت گرفتار می شوند و این حالت ما بعد خود را دارد که باز بدتر است، تصویر کرده، توصیف نموده که برای هر ظالم مانع گردد، باعث گردد که از این عادت بد دور باشد. به عکس حال او در دنیا که با یک جاه و منزلت، با یک آبرو و افتخار در میان مردم روزگار دارد، در آخرت حال او چنین خواهد شد. گفته خداوند به ذلت و خواری و به سرفکندگی و در کمال ترس و هراس از حساب خود قرار می گیرد.
و هر کی با جرم ظلم به نزد خداوند رود امید نجات ندارد و هیچ کس او را شفاعت کردن نتواند. خداوند در این مورد در سوره زمر فرموده ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب یوم القیامه وبدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون. و اگر همه دارایی روی زمین و هم مانند آن از آن ستمگران باشد در روز آخرت آماده هستند همه آن دارایی را فدا کنند تا جان خود را از عذاب رهایی بخشند و به حقیقت از جانب خدا برای آنان انواع عقوبت ها نمایان می گردد که اصلا گمان آن را تصور آن را نداشتند. پناه بر خدا. چنان روزی سخت در انتظار آنان است. با وجود این تصویر، با وجود این هشدارهایی که در قرآن و سنت آمده، خداوند میگوید چنان عقوبت‌های به آنها ظاهر می‌گردد، نمایان می‌گردد که حتی تصورش را نداشتند. جای دیگر خداوند در سوره غافر می‌فرماید یوم لا ینفع الظالمون معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. روز حساب روزی است که ظالمان را عذرخواهی آنان سود نخواهد کرد. عذرخواهی آنان، سرفکندگی آنان، بخشش پرسی آنان پیش خدا و پیش مظلومان آنان را سودی نخواهد کرد و بر آنان لعنت است و جایگاه آنان دوزخ است. خدا را پناه. جای دیگر خداوند می‌فرماید ان اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها. ما برای ظالمان آتش آماده نموده ایم که دیوار آنان را احاطه کرده است و آنان از آن دیوارها بیرون برآمده نمی‌توانند. دوستان عزیز، برای اینکه با مفهوم ظلم بهتر آشنا شویم و از عاقبت بد آن بیشتر دانیم، بیایید به این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم دمی تأمل نماییم. حدیثی که امام بخاری و امام مسلم روایت کردند. فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند دخلت امرأة النار في هرة حبستها فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض. زن بدین سبب داخل جهنم شد که گربه را حبس کرد، نه آن را طعام داد و نه رهایش کرد تا از حشرات زمین خودش چیزی یافته خورد. گر شد از جور شما خانه مور ویران، خانه خیش محال است که آباد کنید. اگر ظلم نسبت یک جانور اینقدر زشت است و عاقبتی شخصی که به یک جانور ظلم می کند این چنین عذاب و عقوبت در انتظار او باشد، بیایید خود تصور نماییم که شخصی که انسان را که آفریده مکرم خداست و یک شخص مؤمن را که نزد خدا عزیز است اگر ظلم نماید، عاقبت آن، مجازات آن شخص چی باشد؟ دوستان عزیز، زشتی ظلم تا این حد است که خداوند نه تنها از ظلم منع کرده، نه تنها ظالم را وعید هشدار به آتش دوزخ داده، بلکه هر نفری را که ظالم را یاری میکند، کمک میکند و در انجام ظلم ظالم اندکترین سهم را دارد نیز خداوند وعید بر آتش دوزخ کرده. خداوند در سوره هود فرموده است ولا ترکنوا الی الذین ظلموا ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لكم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. و به سوی ظالمان تمایل، یعنی گرایش نکنید. حتی گرایش کردن، حتی تأیید کردن، حتی راضی بودن از وجود آنان، از کردار آنان تحسین گفتن، من است از منهیات شریعت، از کارهایی است که خداوند قطعی منع کرده. به سوی ظالمان تمایل نداشته باشید که شما را نیز آتش دوزخ خواهد رسید و در آن حال در مقابل خداوند هیچ حمایتگر نخواهید داشت و شما را هیچ کسی یاری نخواهد کرد. این همه وعید برای شخصی که به سوی ظالمان تنها گرایش دارد، تنها تمایل دارد. در حقیقت این آیه است که انسان میباید تأمل کند.
می شود انسان خودش ظالم نباشد، اما به سبب تمایلش به سوی ظالم، نسبت به ظالم محبت داشتنش و تحسین گفتنش برای او می شود شریکی گناه او باشد و می شود زیر این وعیدی قرآنی شامل شود. خدا را پناه. علامه ملا علی قاری، یکی از امامان مذهب حنفی، امام شهیری فقه و حدیث، در کتاب خود المعین المبین میگوید هر کی برای ظالم دعای خیر کند برای او بقای عمر خواهد، او نیز از جمله ظالمان محسوب است. امام علی قاری در کتاب مذکور و اینچنین امام ابو طالب مکی در کتاب قوت القلوب روایت کرده که نفری از امام بزرگوار عبدالله بن مبارک سوال کرده پرسید که من برای کارمندان سلطان لباس می دوزم، آیا من از جمله یاری رسانان ظالم محسوبم؟ از امام ابن مبارک چون این سوال کرد نفری. عبدالله بن مبارک به اون سائل گفت نه، تو از یاری رسانان ظالم نیستی، بلکه تو خود ظالم هستی. یاری رسان ظالم کسی است که برای تو رشته و سوزن فروخته است. بدین مضمون امام ابن مفلح در کتاب خود الفروع از امام ابوبکر مروزی نقل آورده که چون امام احمد حنبل، امام بزرگوار اهل سنت و جماعت را، فقیه و محدثی برجسته اسلام را چون زندان کردند، زندانبان نزد ایشان آمد و گفت ای امام، آن حدیثی که درباره اعوان الظلمه آمده، وعید بر یاری رسانان ظالمان را وعید و هشدار بر عذاب کرده، آیا حدیثی صحیح است؟ امام گفتند بله، حدیثی صحیح است. احادیث است که روز آخرت خداوند ظالمان را و یاری رسانان آنان را فریاد می کند کجا هستند، همه آنان را جمع کرده به دوزخ انداخته می شود. به این شکل به این مضمون احادیث آمده. امام گفتند بله این احادیث صحیح هستند. این زندانبان می خواهد یک قدر عذر خود را بیان کند که من مأمور هستم، من سپارش شدم که شما را زندان کنم. و آیا این کار من زیر این مفهوم می درآید که من یاری رسان ظالم شدم؟ یعنی امام گفتند که بله احادیث صحیح است. و این نفر پرسیدند که من آیا از اعوان الظلمه محسوبم؟ امام گفتند نه، تو از اعوان الظلمه نیستی. اعوان الظلمه کسی است که من یأخذ شعرک و یغسل ثیابک و یصلح طعامک. یاری رسانان ظالم کسانی هستند که موی سری تو را درست کنند، لباسی تو را میشویند و طعامی تو را مهیا میکنند. اما تو فانت من الظلمه انفسهم، تو خود از ظالمان محسوب هستی، نه از یاری رسانان آنان. تو بی‌واسطه ظلم کرده ایستاده ای. بنابراین مسئله ظلم، مسئله ستم بر حقوق دیگران، ظلم بر انسانها، محدود کردن حقی که خداوند بر آنها داده، خیلی عمل زشت است در نظر شریعت. که غلط است این گمان که انسان یک مدت فکر میکند شاید بعضی نفرانی که به ظلم دست میزنند و این مذلت و خواری آخرت را برای خود روا میبینند، به این گمان شاید که خب بعد 40 سالگی یک حج میروند و یک چند معرکه و چند یتیمی را سرپرستی میکنند، چند گرسنه را سیر میکنند، به همین جانشان خلاص میشود. شاید خداوند در روز آخرت ظالم را با مظلوم روبرو میسازد و مظلوم را میگوید قصاصت را بگیر از حسنات این ظالم، اگر حسناتی داشته باشد، و اگر نداشته باشد از بدیهای مظلوم گرفته شود، در حساب این ظالم علاوه و اضافه کرده شود. امام بیهقی از امام بزرگوار سید تابعین حسن بصری روایت کرده که میگفتند هر شخصی که به ظالم دعای بقا کند، عمری دراز خواهد، به حقیقت تمنا کرده است که خداوند را در روی زمین معصیت شود. یعنی تمنا کردن بقای ظالم، عمری دراز دیدن ظالم، معنایش ادامه ظلم، ادامه این بدترین گناه بعد شرک و بعد کفر.
در حدیث دیگری که امام مسلم روایت کردند، فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: صنفان من اهل النار لم ارهما، قوم معهم سیاط كاذناب البقر یضربون بها الناس. دو گروه آدمانی از اهل دوزخ هستند که آنان را من ندیدم، گفتند فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم. یکی قوم معهم سیاط، طایفه که در دست تازیانه های دارند مثل دمهای گاو، یضربون بها الناس، که به آن مردم را میزنند. امام نووی اینچنین امام سخاوی گفتند این حدیث از دلیل های صدق نبوت است که این طایفه بعد پیدا شد و از اونها اعوان الشرطه، اعوان الظلمه نام می بردند، اون تازیانه های پولیسی که در دست دارند طایفه و به آن آزار و اذیتی مردم میکنند. فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم گفتند این طایفه از اهل دوزخند. خدا را پناه. خداوند هر فرد مسلمان را و هر جامعه مسلمانی را از ظلم ظالمان نگه دارد و عدل و رحمت و مهربانی را میان مردمان پایدار سازد. خدا یارد.